خوبم، سلام. من نیلوفر هستم. به چنل یوتیوب من خوش اومدین. توی این پلیلیست میخوایم با همدیگه اجزای مختلف یک لباس رو بررسی کنیم. همونطور که میدونید شما برای طراحی اون چیزی که تو ذهنتون هست و پیاده کردنش روی کاغذ نیاز به این دارید که اجزای یک لباس رو بشناسید و با بیس اصلیش آشنایی داشته باشید. که میخوایم توی این پلیلیست با همدیگه بیایم قسمت‌های مختلفش رو که شامل انواع یقه ها، انواع آستین ها، انواع برش هایی که توی بالاتنه استفاده میشه، انواع شلوارها، دامن ها، فرم های لباس مثلا شمیز ها، مانتوها، لباس های مجلسی رو با همدیگه یاد بگیریم. بعد از یادگیری اینها شما خیلی راحت میتونید اون چیزی که تو ذهنتون هست رو روی کاغذ پیاده کنید. بریم با هم شروع کنیم.